خوش اومدین به این ویدیو. دوستان عزیز خوش اومدین به اولین ویدیوی چنل یوتیوب من، یعنی علی کینگ 1391. دوستان عزیز، ما توی این کانال قراره که از بازی کال آف دیوتی موبایل فیلم بذاریم براتون یا ویدیو بگیریم و امیدوارم که خیلی خوشتون بیاد از این کانال من یا ویدیوهایی که براتون میذارم و لذت کافی رو ببرید. دوستان عزیز، من یه ویدیوی براتون آماده کردم که همراه با چیزایی که در مورد کانال براتون میگم، توضیحاتی که در مورد گیم پلی میگم، ببینید و حوصلتون خدای نکرده سر نره. خب دوستان عزیز، ما یه مچ آلکاتراز براتون من یه ویدیو گرفتم براتون از آلکاتراز. گیم پلی خودم هستش و اکانتم رو هم آخر بازی یعنی آخر فیلم بهتون نشون میدم. حالا بریم سراغ چنلی که ساختم و میخوام توش براتون ویدیو بگیرم. دوستان عزیز، همونطور که گفتم اسم من علی کینگ 1391. خیلی خوشحالم که به یوتیوب اومدم و به جمع یوتیوبرها اضافه شدم و خیلی خوشحال میشم که ویدیوهامو لایک کنید، چنلمو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت ویدیویی گذاشتم شما اولین نفر خبردار شید. خب دوستان، در مورد کال آف دیوتی که خودتون کال آف پلیرهای قهاری هستین، خودتون هم میدونید که چه ویدیوهایی میخوایم بذاریم. حالا من به اصطلاح مثلا میگم، مثلا فشاری کردن فشاری شدن نمیدونم اخبار و گیم پلی و همه اینا رو قراره واسهتون بذارم. بعد نمیدونم موزی بازیایی که مثلا یه نفر میزنتت بعدش وایسش رو بازی میکنه، دیدی زدمت. نه البته معذرت میخوام بچه ها، با احترام به همتون، ولی آره دیگه میخوایم در مورد همین چیز میذار توی کال آف دیوتی یه چیزایی ببینیم. این کال آف همینه، میخوای بخواه میخوای نخواه، دست من نیست، دست شما هم نیستش، دست اکتیویژن رو بیارید پایین. و بله دیگه دوستان، من الان که دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم یا در واقع دارم روش صدا میذارم 12 سالم هستش، سال 1403 هجری شمسی هستیم و بله دیگه این هم سنم که به شما گفتم. بچه ها بریم یکم در مورد این گیم پلی براتون حرف بزنم. دوستان عزیز، این گیم پلی با 10 تا کیل و با وین من تموم میشه. خیلی وقت بود داشتم سعی میکردم براتون یه ویدیو بگیرم که خوب در بیاد. چجوری بگم، مثلا خوب در بیاد دیگه، مثلا نبازم، نمیدونم همین ها دیگه، مثلا یه ویدیو خوبی در بیاد ببینید قشنگ کیف کنید. و حالا چرا روی ویدیو دارم صدا میذارم دوستان؟ اگه دقت کنید من وایسم رو آله و حواسم هم نبود و خودتونم میدونید رو آل چی میگذره دیگه و طبق اون چیزایی که خودتونم میدونید، من به نظرم این ویدیو صدا اصلیش برای این اولین ویدیوی ما مناسب نبود یا به خاطر همین روش دارم صدا میذارم براتون که اگر پیش خانواده نشستید نمیدونم هندزفری نذاشتید دیگه اتفاق بدی نیفته. بچه ها، من اینجا یه صدا پایی داشتم و دیدم اینجا یه کلاس ترپ هست، گفتم یه دونه بردارم بندازم که اگه کسی اومد بفهمم اینجاست. بعد دوباره پامپدم رو برداشتم و با پامپدم رفتم. بچه ها اینو ببینید، این اسمش داگ دایکون. بچه اینو که زدم اینو که الان با شاتگان زدم، نه استریمر موده، این یکی دایکون. به نظر تو این پلیر بود یا نه؟ من از همون موقع که این گیم پلی و ویدیوشو گرفتم نمیدونم این پلیره یا باته، شما بگید تو کامنت ها.
و بچه ها اینجا دیگه دیدم از این هایگراند بیام پایین، یه گفتم بیام پایین، از این بالا زدم بسته. این داداشمون رو زدم، دمش هم گرم، یه دونه لانگ رنج لژندری هم داشتش، خیلی به دردم میخوره در ادامه این گیم. بچه ها گیم پلی که همونجور که بهتون گفتم با 10 تا کیل میخواد تموم شه. و بچه ها این گیم پلی خیلی پلیر داشتش، نمیدونم حالا به نظر شما این زیاده یا نه، ولی به نظر من خیلی پلیر داشت. بچه من واقعا فاز اینی که الان زدمش رو درک نمی کنم. الان مثلا رفته بود اون گوشه که فکر میکردش مثلا کسی نمیبینتش، نه که نفهمیدم. بچه ببینید راسته اون تراپی که انداختم الان اونجا کار کرد، ولی واقعا من فاز اینو درک نمی کنم. الان مثلا نمیدونم یاد اون سکانس بچه رئیس افتادم که مثلا فکر کردش اگه خودش هیچ جا رو نبینه کسی هم نمیتونه ببینتش، روشو کرده به دیوار، اصلا معلوم نیست داره چی کار میکنه. بچه اینجا رو ببینید، با بیوای دارم میزنیم، 1 شات 2 شات 3 شات، بمیر دیگه. اسمش مجید بود بچه ها، مجید 2 4 8 6. اینو ببینید بچه ها چند بار زدیمش تا اینجا. یه بار بچه اینجا دوباره صدا پا داشتم، یه مغز بازی به کار دادم، گفتم وایسا اینو بفرستمش بره سل هاوس که اگه یار این مثلا یارش حواسش به این پرچه و منو نزنه. اومدم برم سمت دراپ، دیدم یا خدا چقدر آدم زیاده دیگه. این نید انداختم، گفتم ولش کن نمیرم، خطرناکه. اینجا صدا پا داشتم، گرفتم یکم با کیلو زدم، بعدش نمیفهمم چرا از پشت دیوار داشتم میزدم، نمیدونم این چیه اسمش، از پشت دیوار میزنن چیه، یادم رفت اسمشو، حالا یادم اومد بهتون میگم، ولی نمیدونم چرا نمیتونستم از پشت دیوار بزنمش. دیوار به اون نازکی نمیشه. بعد بروکن میاد واسه ما ویدیو میذاره از پشت 10 تا دیوار با اسنپ یه نفر رو میزنه. حالا بگذاریم. اینجا بچه من اومدم یه دونه HS کشیدم، همونطور که میبینید HS لژندری هم دارم. HS کشیدم و این یه نفر اومد اینجا، ارور 10% هم که خوردم، لگم شدم به خاطر همین یه دونه ارور. و این رفت باباشو صدا کرد، ببین باباش اومد، نگاه مامانش هم تازه اومد، داداش کوچیکش هم اومد، اصلا همه کسش اومدن دیگه. این خانواده‌شو برداشت آورد، منم تنها بودم، نشد کسی رو دیگه بیارم. اینجا یه پیام از احمد لجند عزیز اومد، گوشی من لک شد ولی دستش درد نکنه، همیشه اخبارا رو خیلی خوب میده، واضح کامل و زود میده. امیدوارم که چنلش به 200,000 نفر 300,000 نفر 1,000,000 نفر هم برسه. بچه این مهدی بود اینی که الان کشتمش و یارش اومد، من اومدم بزنمش، اون یکی یارش منو دید، 8 تا دمیج فرار کردم، بعد آرمور زدم، دوباره کرمم گرفت، گفتم وایسا برم دوباره بزنم، دیدم نید انداخته اینجا، صداشم نمیشنیدم، دوباره انداختی، گفتم بمونم بد میشه، یه دونه از این آرمور رو برداشتم. بچه شاید الان بگین که چرا آرمور 200 نزدی، چون که آرمور آبی وقتی که 150 تا، حالا وقتی که اینو میزنیم، این آرمور رو داریم میزنیم، میتونیم موومنت هم بزنیم، ولی این آرمور 200 لامصب اندازه هیکل کسمتیک وزن داره، من نمیشه با این در واقع چیز کرد. بچه اومدم حالا روی هاگراند از این بالا همه رو بزنم، فعلا 9 نفر به غیر از من موندن، 7 نفر هم که کشتم. بچه یه نفر رو از این بالا کشتم، اسمش مهدی بود. دوباره اینجا یه صدا پا داشتم ولی کسی رو نمیدیدم، طبقه پایینش بودن. بعد اینجا یه نفر دیگه دوباره اومد، اینم زدیمش. این اسمشو نمیتونم بخونم، من که انگلیسی بچه بلد نیستم، بعد تازه اینو که عجق و عجقم مینویسن که دیگه هیچی. و بچه الان 6 نفر به غیر از من موندن، در واقع 3 نفرشون رفتن. اینجا یه دونه نید ول دادم ولی یارو نرفت روش. اینجا یکم با کیلو دمیجش کردم بچه ها. دیگه دیدم از اینجا داره میاد، اچسو برداشتم، تاک خلبان بمرده عزیزان دل، خلبان البته خلبان که نبود، ولی حالا این یه نفرم که دوباره مهدی بود. باز این مهدیه رو من نمیفهمم، داره میبینه من از این بالا هر دفعه میزنم، بعدش بازم میاد بالا سر این لوتش. بابا ول کن دیگه. ولی دمشم گرم، حالا
اینجوری کردش ولی ما کشتیمش. بچه ببینید یه نفر الان تو همونجایی که من نید میندازم تو اون قسمت تل هاوس بودش ولی من نید انداختم هیچ کسی دمیج نشد. بعد نمیدونم از کجا در اومد. نگاه کن از کجا اومدین. یه دونه زدم نخورد ولی یه دونه زدم بهش و وان شات شد. یعنی یه دونه زدم میسرفت. بچه این لانگ رنجی همینجا به درد میخوره ها. هم از فاصله بیشتری میتونی باش دمیج بدی هم بیشتر دمیج میده. بچه من اینجا هندزفری گذاشته بودم و صدا تیر خوبی هم میگرفتم. شنیدم اینا دارن همدیگه رو میزنن پس فهمیدم یار نیستن و خوشحال شدم دیگه چون که الان کلا 2 نفر موندن و دیدم که این داره این یکی میزنه خوشحال شدم راستیه. و مجید بود و اینجا که دوئل تک به تک شد بین من و مجید، کسی که من از اول بازی دارم نابودش میکنم. بچه من اینجا این AK-117 رو کشیدم از دراب اومدم بالا سر این خونه. بعد اومدم پایین که دوباره یکم پکمک بردارم دیدم مجید این پایینه. گفتم ادو. بعد یه دونه نت برداشتم انداختم دمیج شد لامصب ولی با AK-117 یه دونه تونستم دمیجش بدم یه دونه 19 تایی. اومدم این دراپ رو لوتش کردم. الان HS هم بچه‌ها بهترین پرکا برای شاتگانو داره. هر 3 تا پرکایی که برای شاتگان لازمه رو داره. تازه لژندری هم هستن. دوباره نید برداشتم از اینجا کرمی ریختم روش ولی نمرد. بعد با AK-117 گرفتم و دمیجی هم نخوردش و مجبور شد که یعنی بره توی خونه. و بچه اونم که HS داشت من گفتم الان برم توی خونه این خفتم میکنه شاید یه دونه بزنه وان شات شم ویدیو خوب از آب در نیاد و دیگه نرفتم تو ریسک نکردم. همینجا کمپ کردم که این بیاد از خونه بیرون چون که مجبور بود بالاخره بیاد بیرون چون که زان این خونه رو میگرفتش. بچه اینجاها دیگه کم کم میاد بیرون خودتون ببینید دیگه. من یا اینجا رو براتون توضیح بدم. ببینید بچه اینجا خودش اومد بیرون بعد با گان دمیج کرد با HS زدم بعد با AK-117 گرفتم روش مرد. بعد با کلت افتاد زمین یه دونه شاتگان زدم بالا سرش هم دنس زدم. الهی که فوش نده بچه دعا کنید فوش نده فقط. دمتون گرم. البته میدونم با این کاری که کردم فوش میده ولی حالا این هم یه وین شد وین قشنگ. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه هم که خوشتون اومد یه لایک بزنید و نظرتون رو در مورد گیم پلی هم حتما بگید. هم مستر 2 رنگمون بره بالاتر و بریم که اکانت هم به شما بچه ها نشون بدم قشنگ ببینید یه دیگه چیا داره اکانتم. خب برو بریم سراغ اکانت. اول تو قسمت بیسیک حالا من این ویزیت سیف هاوس نمیدونم این اولشو نمیتونم بخونم الان بهتون نشون میدم. بچه اینا رو نمیدونم چیان. اینا رو هم حالا گفتم که اونایی که میدونم بهشون نشون بدم. اگه که مثلا کسی میدونه اینا چیه لطفا توی کامنت ها برای من بنویسه. و اینا هم که قسمت ویکتوریا و اینجور چیزا و اکانتم که یه دونه گانمتیک داره 7 تا لژندری یه دونه گوستمتیک داره وسیله نقلیه لژندری و پرستیژ ویپن نمیدونم پرستیژ چیه. پرستیژ ویپن هم نداره یا همون تفنگ پرستیژ. خب برو بریم که سیف هاوس هم بهتون نشون بدم. بچه اینجاست اینجوری دیگه اینا رو چیدم اینجا که قشنگ شه. بچه من کارم و اچس هم دایموند دارم ولی این طرحه که اومد اصلا دایموند رو زد زمین. بیکی 57 هم که دایمنده. حالا بچه شاید بعضیاتون بگین که چرا مثلا تو سایران رو نداری. بچه من سایران رو میخواستم فول کنم که البته خود سایران فقط تو گردونه مونده بود که متاسفانه گردونش پرید. و بچه اینم ویدیوی اول کانال من بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و دنبالم یادتون نره. تا یک ویدیو دیگه خداحافظ.